پروردگارا قرآن کریم را بهار دلهایمان و نور سینه هایمان و برطرف کننده غمهایمان و نابود کننده ناراحتی هایمان را قرار بده. پروردگارا یادمان بده آنچه را از قرآن نمیدانیم و یادمان بیاور آنچه را از قرآن فراموش کرده ایم. پروردگارا تلاوت قرآن را در منتهای ادب و اخلاص، خشوع و تواضع و زیبایی آنطوری که تو دوست دارید و میپسندید و راضی و خوشنود میشوید در طول شب و روز نصیبمان بگردان. پروردگارا این قرآن عظیم الشأن را مایه استقرار، آرامش و انس دلهای بیقرار و پریشان و مضطربمان قرار بده. پروردگارا این کتاب آسمانی مقدس خودت را سند زندگی و حجت و هدایتگر و پیشوای ما به سوی هر خیری قرار بده. پروردگارا ما را و تمامی برادران و خواهران مسلمان و دختران و پسران و نور چشمان و تمامی دوستانمان را قرآنی و ربانی بگردان. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء. اللهم انت المقدم وانت المؤخر. پروردگارا تو اولی که قبل از تو چیزی نیست و تو آخری که بعد از تو چیزی نیست و تو ظاهر و آشکاری که آشکارتر از تو چیزی نیست و تو باطن و اندرونی که ماورای تو چیزی نیست. پروردگارا ما را در قافله اهل ایمان و عقیده و علم و عمل صالح و دعوت به سوی تو و خدمت به خلق استوار و ثابت قدم و پیشتاز بگردان. پروردگارا ما را از کفر، شرک، کبر، حسد، ظلم، فسق، فجور، فساد و نفاق حفاظت بفرما. پروردگارا به تو پناه میبریم از اینکه ظالمی یا فاسقی یا منافقی روزی در ما طمع کند که در صف او باشیم. پروردگارا استعداد و هوش، درک و فهم و شعور ما را بالا ببر و افزایش بده و فکر ما را پویا، خلاق، مفید و مثبت بگردان. پروردگارا افکار و نوایای ما را نسبت به همکیشان و هم نوعان خوب و مثبت بگردان و انصاف و احسان را در تعامل با آنها عنایت بفرما. پروردگارا ما را چون باران رحمتی برای همه بندگانت مسلمان و غیر مسلمان قرار بده تا بدون تبعیض بر سر همه بباریم و همه را نوازش کنیم و نگاه خوب، اخلاق، تعامل زیبا، خیرخواهی و دلسوزی صادقانه و رحمت و شفقت و مهربانی را نصیبمان بفرما و ما را از نگاه و قضاوت بد و خصمانه و خشونت نجات و رهایی بده. پروردگارا دوستان، همنشینان و مشاوران عالم، حکیم، با درایت، با تجربه، صالح، مصلح و ناصح و دلسوز را در کنار ما قرار بده و برای ما حفظ بفرما و روز به روز به تعدادشان بیفزا. پروردگارا به تو پناه میبریم از علمی که نفعی ندارد و از قلبی که خشوعی ندارد و از عملی که مقبولیتی ندارد و از دعایی که به درگاه تو اجابت نمی شود. پروردگارا به تو پناه میبریم از این که با این همه ظرفیت و استعداد بنده عاجز، ناتوان، سست و تنبل، ترسو، کمکار، بخیل و ناکارآمدی باشیم. پروردگارا ما را از جمله بندگان خالص، مخلص، فداکار، ایثارگر، شجاع، بانشاط، با حوصله و خدوم بگردان. پروردگارا ما را و فرزندانمان را سربازان و مجاهدان جان بر کف خودت و راحت قرار بده. پروردگارا ما را به وظایف و مسئولیت‌هایمان آشنا بگردان و ما را وظیفه شناس و مسئولیت پذیر بگردان. پروردگارا فرزندانمان و فرزندان و جوانان امت محمد صلی الله علیه و سلم را هدایت کامل و سالم و صالح و مصلح بگردان. پروردگارا
دلهای ما را پروردگارا دلهای من را به تو میسپاریم. پروردگارا تو باغبان دلهای من باش. پروردگارا تو باغبان دلهای من باش و با بوته های قرآنی خوشرنگ و خوشبو دلهای من را به بوستان قرآنی تبدیل بگردان. پروردگارا دلهای من را به تو میسپاریم. پروردگارا تو باغبان دلهای من باش و با بوته های قرآنی خوشرنگ و خوشبو دلهای من را به بوستان قرآنی تبدیل بگردان و با آب زلال ایمان و عقیده و عشق و محبت خودت آن را سیراب بگردان. پروردگارا در این شبهای پرفضیلت افکار من و دلهای من را با کلام روحانی و نورانی خودت نوازش و نورانی و روحانی بگردان. پروردگارا تو فرمان روا و سلطان بلا منازع دلهای من هستید و بر دلهای من هم با عشق و هم با خوف تسلط دارید. پروردگارا عشق و خوف ما را خالص برای خودت بگردان تا عزیزی در دلهای من از تو عزیزتر نباشد و عظیمی در دلهای من از تو عظیمتر نباشد و تا بتوانیم هر عزیزی و هر عظیمی را فدای تو که عزیزترین و عظیمترینی بکنیم. پروردگارا ما همه بندگان توییم و هر سه توحید تو را باور و قبول داریم، هم توحید ربوبیت و هم توحید الوهیت و هم توحید اسما و صفات و بر هر سه توحید تو را بندگی می کنیم. پروردگارا تو رب العالمینی و نیازی به عبادت و بندگی ما ندارید، اما از این که به ما اجازه دادید تو را عبادت و بندگی کنیم بی نهایت سپاس گذاریم و از تو تشکر می کنیم. پروردگارا استقامت و تداوم و پایداری بر بندگی را عطا بفرما. پروردگارا ما تمامی نامهای پاک و زیبای تو را و همچنین تمامی صفات والا و برتر تو را باور داریم و با آن نامها و صفات تو را صدا میزنیم. پروردگارا افکار و باورها و زندگی ما را سراسر پاکی و زیبایی قرار بده ای زیباترین زیبایان و ای پاکترین پاکان. پروردگارا شیطان را از سرمایه های امت اسلامی که جوانان عزیز، دختران و پسران و نور چشمان ما باشند ناامید و مایوس بگردان. پروردگارا پدران و مادران ما را حفظ و غریق رحمت بگردان. پروردگارا علما و دعوتگران مخلص را حفاظت و مزید توفیق عنایت بفرما. تجار و اهل خیر را برکت و دل بزرگ و توفیق انفاق مرحمت بفرما. حکام و مسئولین ممالک اسلامی را به راه راست هدایت و توفیق عدالت و خدمت به رعیت را نصیبشان بگردان. آمین یا رب العالمین. پروردگارا در این شب‌های حساس پایانی ماه مبارک رمضان برادری یا خواهری ما را توصیه و سفارش به دعا کرده. پروردگارا حاجت‌هایشان را روان و مشکلاتشان را آسان و آرزوهای معقول و منطقیشان را اگر صلاح دونستی برآورده بگردان و همه ما و آن عزیزان را خاتمه به خیر بگردان. پروردگارا زندگی کریمانی که بندگان نیکت را وعده دادی، پروردگارا زندگی کریمانی که بندگان نیکت را وعده داده بودی نصیب ما بفرما و ما را بعد از خودت مایه امید به زندگی کریمانه برای انسانهای نیازمند و ناامید، درماندگان، فقرا، مساکین، ایتام و مظلومان بگردان. پروردگارا با هر حرفی که از این کتاب عزیز و دوست داشتنی تو میخوانیم حلاوت و با هر سوری که تلاوت میکنیم سعادت و با هر جزئی که قرائت میکنیم پاداش و جزای نیک و با هر ختمی که به اتمام میرسانیم برکت هایی که زندگی ما را متحول بسازد عنایت بفرما.
پروردگارا در پایان ماه مبارک رمضان ما و خانواده و همه دوستان و عزیزان را ختم به خیر. رمضان ما و خانواده و همه دوستان و عزیزان را ختم به خیر بگردان. خدایا چنین کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. پروردگارا قرآن کریم را بهار دلهای من و نور سینه های من و برطرف کننده غمهای من و نابود کننده ناراحتی های من را قرار بده. پروردگارا یادمان بده آنچه را از قرآن نمیدانیم و یادمان بیاور آنچه را از قرآن فراموش کرده ایم. پروردگارا تلاوت قرآن را در منتهای ادب و اخلاص، خشوع و تواضع و زیبایی آنطوری که تو دوست دارید و میپسندید و راضی و خوشنود میشوید. خوب، امیدوارم که صدا و صورت خوب است. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام و درود بر شما بینندگان گرامی شبکه اصلاح. ما و شما امشب در یکی از شب‌های طاق مبارک رمضان قرار داریم که با اغلبیت آرای تمام طبقات از علما، یعنی شب 27 را شب‌های قدر می‌دانند و حتی در مکه مکرمه ختم قرآن را در این شب و اتمام می‌رسانند. و امشب یکی از شب‌های طاق، البته در نزد ما با مانند شب‌های طاق مقرری که از 21 و 23 و 25 و 27، ولی اغلبیت گمان‌ها در مورد اینکه شب قدر است پذیرفتند و خدا کند که این گمانی نیکی علما و امت همه یک جا باشد، چون که خداوند با گمانی بنده اش نزدیک است و خدا کند که امشب یکی از شب‌های مبارک باشد که ما را در این شب مبارک یک جا جمع نمود و ملائکه که ما را تا آسمان همین زمین که اگر امشب شب قدر باشد تراکمی زیادی ملائک تا آسمان زمین و از آنجا تا بالاست، خداوند دعاها و همه آن سخنانی که میگوییم در نامه اعمال ما گویندگان و در نامه اعمال تمام شنوندگان و بینندگان قرار بدهد و تمام خوشی‌های زندگی را برای تمام امت اسلام در عموم و ملتی جبر کشیده و اذیت دیده تاجیک عنایت فرماید، تا اینکه شکوه و شهامتی گذشته این ملت بار دیگر بر ما بر بگردد. اگرچه ما خوب می‌دانیم دارای بزرگترین علما و نابغگان و این امت اسلام این ملت تقدیم نموده است، ولی فعلا یکی از بیچاره‌ترین ملت‌های دنیاست. هیچ کتابخانه در دنیا دیده نمی شود که نام بابای من و تو در آنجا نباشد. هیچ کتابخانه دیده نمی شود در هیچ گوشه و کنار دنیا که کتاب امام بخاری اصح کتاب بعد کتاب الله نباشد. هیچ کتابخانه دیده نمی شود که در آنجا کتب ائمه اهل حدیث و تاریخ و تفسیر و دیگر علوم اسلامی در آنها جایگیر نباشد. آنها تنها از علوم این علمایی که بابای ما و تو نفع میبرند، ولی نمیدانند که تاجیک فعلا در چه حالت و در چه وضعیت قرار دارد. ملت در پراکندگی قرار دارد. حدود 3 میلیون برادر، پدر، نزدیکان ما و شما در روسیه در غربت هستند و
فرزانگان و آنان که واقعا هم دلشان برای وطن و ملت می‌سوزد در زندانهای رژیم و در تحچالهای این رژیم قرار دارند که وضعیت خیلی نابسامان دارند، ولی یک ظالم با نام رحمانوف در کشور بدبختی میکند، میتازد و ظلم میکند. خدا کند که بر این ملت شکوه و شهامتی گذشته ما را باز بگرداند و در این شبهای مبارک از الله عاجزانه طلب باید نماییم که خداوند برای ما در دنیا نکویی و در آخرت نکویی عنایت فرماید و بزرگان این ملت را و بزرگان این امت را بار دیگر شکوه و شهامت گذشته که داشتیم عنایت فرماید. بینندگان گرامی، مهمان امشبه ما برادر محمد انصاری که البته برای بیننده تاجیک یعنی شخصی نیست که او را نشناسند و خوب آگاهی دارد و از لایک های شما هم دیده می شود که خیلی پزمان دیدار این استاد بزرگوار هستید که واقعا هم میبینیم دعوت ما را لبیک گفتند و اینجا با ما در شبکه حضور دارند. قبل از اینکه شروع کنیم به برنامه میخواهم یک کمی شیخ را معرفی کنم. شیخ محمد انصاری ابتدا و متوسطه را در تهران ایران و آخر رسانیده است و ثانویه را در پاکستان و اینچنین دیپلم دعوت از معهد رابطه اسلامی را دارد و لیسانس در ارتباط رسانه، یعنی همین رسانه و خبر، و اینچنین ماجستراتور را در کلیه دعوت جامعه مدینه عالمیه، یعنی مجری و تهیه کننده برنامه‌های اسلامی رادیوی بین المللی عربستان سعودی و حدود 12 سال در آنجا هم ایفای وظیفه نموده است. مؤسس و مدیر کتابخانه الکترونیکی عقیده است که تمام مردم، البته دانش آموزان ما، از کتابخانه عقیده استفاده خوبی میکنند. واقعا الله ایشان را جزای خیر دهد. و اینچنین مؤسس و مدیر شبکه جهانی و بودشکنی وصال حق است. خب شما را خیر مقدم میگوییم برادر محمد انصاری که دعوت ما را پذیرفتید و واقعا هم خیلی خوشحال هستیم که در این شبی خیلی هم زیبا ما را همراهی مینمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما برادر و استاد بزرگوار و همه برادران و خواهران عزیز تاجیک. امیدوار هستم که الله سبحانه و تعالی در این شب و روزهای مبارک طاعات و عبادات شما و همه بینندگان عزیز را مورد قبول درگاهش بگرداند. در خدمت شما هستم. خیلی خوب. اولا ما نمیخواهیم در مورد عمومیت ماه رمضان صحبت کنیم، چون که این قافله خیلی بزرگ و این ماهی واقعا هم نزول قرآن و رحمت و مغفرت و نجات از آتش دوزخ به آخر میرسد. به حال آنانی که این ماه را زنده نگاه داشتند و تا این روز در این قافله خیلی خوب ربانی این ماه را همراهی نمودند و اشک ریختند و قرآن خواندند و آنچه که برای یک انسان مسلمان بود انجام دادند. خوشا به حال اون برادران و خواهرانی که در این قافله همراهی نمودند. خب در مسئله یعنی حکمت یا فلسفه ماه مبارک رمضان اگر یک کمی کوتاه گفتگو گذاریم و پس از آن میگذاریم در مسئله آنچه که مورد شب قدر است ان شاء الله. بسیار الله سبحانه و تعالی برای ما انسان ها و برای نزول رحمات و نعمت های بیکرانش بهانه می طلبد. مثلا شما کسی را دوست دارید، دنبال یک بهانه می گردید که به او کمک بکنید، به او احسان بکنید، از او دلجویی بکنید. الله سبحانه و تعالی در مواسم مختلف، در ایام مختلف، در ماه‌های مختلف، در طول سال رحمت و برکت و نعمت‌های بیکران الهی که دوست دارد برای بندگانش
عنایت بفرماید دنبال بهانه میگردد و این بهانه را الله سبحانه و تعالی برای ما داده است. در سال میبینیم که موسم حج هست. الله سبحانه و تعالی چه نعمتها و چه برکات عظیمی را در این موسم مبارک در ماههای حج بر بندگان خود نازل می کند. نه تنها برای کسانی که به حج بیت الله می روند، حتی برای کسانی که دور از حرم هستند و این شرف را حاصل نکردند که به حج بیت الله بروند، برای آنها هم فرصتی است که از نعمتها و برکات و شرف این روزهای مبارک بی‌نصیب نباشند. ماه مبارک رمضان است، ماه نزول قرآن، یک موسمی که رحمت و مغفرت و نعمتهای بیکران الله سبحانه و تعالی بر بندگانش نازل می شود. بعد از ماه رمضان ما می بینیم که در هر ماه ما روزهای معینی رو داریم که در این روزها می توانیم روزه بگیریم و از رحمت و نعمتهای بیکران الله سبحانه و تعالی مستفید شویم. مثلا روزهای 13، 14 و 15 هر ماه را می توانیم روزه بگیریم. اینا همه بهانه هایی است که الله سبحانه و تعالی در دست ما قرار داده است تا ما استفاده بکنیم از نعمت و از لطف و از مهربانی الله سبحانه و تعالی. روز دوشنبه و پنجشنبه رو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سنت قرار دادن. این هم یک بهانه است که ما در این روزها روزه بگیریم در هر هفته و از نعمتهای الله سبحانه و تعالی مستفید شویم. روز جمعه یکی از روزهای مبارکی است که در پایان هر هفته مسلمانان در این روز به نماز جمعه حاضر میشوند. ساعتی را الله سبحانه و تعالی در این روز قرار داده است که اگر در این ساعت انسان دعا بکند، دعای انسان مستجاب می شود. همه زندگی یک مسلمان لحظه به لحظه آن بهانه است برای به دست آوردن رضایت الله سبحانه و تعالی و نعمت‌هایی که الله سبحانه و تعالی برای ما در نظر گرفته است. صبح که از خواب بیدار می‌شویم، از کار صبح، ذکرهایی که در صبح باید انجام بدهیم. وقتی که می‌خوابیم، ذکرهایی که باید قبل از خواب انجام بدهیم. وقتی که آفتاب غروب می‌کند نزدیک شب می‌شود، از کاری که باید در هنگام غروب و در هنگام شروع شدن شب باید انجام بدهیم. حتی وقتی که از خانه خارج می‌شوید، یک برادر مسلمان خود را در خیابان، در کوچه می‌بینید و با لبخند با او روبرو می‌شوید. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که ابتسامتک فی وجه اخیک صدقه. همین که شما لبخند زدید بدون اینکه پولی خرج بکنید، بدون اینکه زحمتی بکشید، بدون اینکه تکلفی بر شما باشد، الله سبحانه و تعالی برای شما صدقه می‌نویسد. اگر ما دقت بکنیم همه زندگی ما مملو است از بهانه هایی که الله سبحانه و تعالی در دست ما قرار داده است تا ما چیکار بکنیم؟ از رحمت و مغفرت و نعمت های الله سبحانه و تعالی بی‌نصیب نباشیم. بنده مؤمن، بنده متقی، بنده زیرک و هوشیار کسی است که در این اعمال نیک و در این مواسم خیر و از این فرصت‌ها و بهانه‌هایی که الله سبحانه و تعالی در دست ما قرار داده است استفاده بکنه. زندگی ما یک نوع مسابقه است. الله سبحانه و تعالی این نعمت‌ها و این بهانه‌ها رو در دست ما قرار داده است تا ما از همدیگر سبقت بجوییم، از همدیگر پیشی بگیریم، با همدیگر مسابقه بکنیم برای به دست آوردن این خیرات و برکاتی که الله سبحانه و تعالی برای ما آماده کرده است. من این آیات واقعا انسان را به تفکر و تدبر وامی دارد که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که
در سوره بقره آیه 148 که فاستبقوا الخیرات، از همدیگر پیشی بگیرید برای به دست آوردن خیر و برکت از درگاه الله سبحانه و تعالی. در آیه دیگری در سوره آل عمران آیه 133 الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که وصارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. بدوید، بشتابید. سارعو یعنی دویدن، شتاب کردن به سوی چی؟ به سوی به دست آوردن این نیکی ها و این بهانه هایی که الله سبحانه و تعالی در اختیار ما قرار داده است. نتیجه چی است؟ جنتی که بزرگی آن، وسعت آن به اندازه آسمان ها و زمین است. در آیه دیگری الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها كعرض السماوات والارض كعرض السماء والارض. مسابقه کنید، با همدیگر مسابقه کنید، مانند کسانی که برای به دست آوردن یک جایزه مسابقه میدند. الله سبحانه و تعالی از ما میخواهد که با همدیگر مسابقه بکنیم برای به دست آوردن این نعمت‌هایی که الله سبحانه و تعالی برای ما آماده کرده است. همه اینها، همه این مواسم، همه این روزها، ماهها و ایامی را که الله سبحانه و تعالی برای ما قرار داده است، اینها بهانه هایی است که الله سبحانه و تعالی نعمت و مغفرت و رحمت و برکتش را بر ما نازل کند. چقدر انسانی باشد که محروم باشد از این مواسم و از این نعمت‌ها و از این برکاتی که الله سبحانه و تعالی آماده کرده است و ما نتوانیم که از آن مستفید بشویم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث مشهوری است که وقتی به منبر بالا می شدند 3 بار آمین گفتند. صحابه پرسیدند یا رسول الله چرا آمین گفتید؟ ما متوجه نشدیم، دلیلش چی بود؟ فرمودند که جبرئیل آمد و فرمود که نابود باد، ناکام باد، نامراد باد کسی که ماه رمضان را دریابد و گناهان او بخشیده نشود. الله سبحانه و تعالی همه چیز را برای ما آماده کرده است. همه اسباب مغفرت، همه اسباب رهایی از آتش جهنم، همه اسباب رسیدن به نعمتهای بیکران بهشت را برای ما آماده کرده است و ما نتوانیم از این اسباب و از این بهانه هایی که الله سبحانه و تعالی در دست ما قرار داده است و برای ما آماده کرده است استفاده کنیم. یک گذری میکنیم به، شاید در برنامه هایی که داشتید قبلا بعضی ها را من دیدم دوستان زیاد صحبت کرده باشند در مورد فضائل و برکت ها و نعمت هایی که در شب قدر و در این شب های مبارک وجود دارد. من نمیخوام که تکرار بشود این حرفها. مروری میکنیم به همین آیاتی که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره در مورد رمضان و در مورد فرضیت روزه برای ما بیان میکند. الله سبحانه و تعالی میفرماید که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقریبا میشه گفت که شروع قضیه رمضان و روزه در سوره بقره از اینجاست که الله سبحانه و تعالی میفرماید که ای کسانی که ایمان آوردید، ای مؤمنین، الله سبحانه و تعالی روزه را بر شما فرض کرده است. فرضیت روزه از طرف الله سبحانه و تعالی است. امروز
اگر رئیس جمهوری، اگر ملایی، اگر داملایی، اگر وزیر شؤون دینی یا هر انسانی با هر مقام و مرتبه‌ای که در دنیا وجود داشته باشد بیاید و بگوید که شما روزه نگیرید، ما با این آیه بر دهن او میزنیم و میگوییم که الله سبحانه و تعالی میفرماید که کتب علیکم الصیام، روزه را من پروردگار بر شما فرض کردم، بر شما واجب قرار دادم. پس هیچ انسانی هر چقدر مرتبه بزرگ دینی و سیاسی و هر چقدر قدرت نظامی هم در دنیا داشته باشد حق ندارد که روزه را یک روز جلو و عقب بکند. این از طرف الله سبحانه و تعالی فرض شده است. اینایی که امروز میاین میگن که شما در ماه رمضان روزه نگیرید، روزه را به بعد از رمضان موکول بکنید، اینها میخواهند در اموری که خاص و ویژه الله سبحانه و تعالی است در اینجا دست اندازی بکنند. اینها طاغوتن، اینها پیروان ابلیسن، اینها شیاطینی هستند که به صورت انسان با دین الله سبحانه و تعالی و با قوانین الله سبحانه و تعالی میخواهند مبارزه بکنند. در ادامه این آیه الله سبحانه و تعالی میفرماید که لعلکم تتقون. هدف روزه گرفتن این نیست که ما فقط گرسنگی بکشیم، تشنگی بکشیم، یک مدت زمان معینی رو از خوردن و نوشیدن خودداری بکنیم. هدف این نیست. هدف همه عباداتی که الله سبحانه و تعالی به ما فرض کرده است رسیدن به مرتبه تقواست، رسیدن به مرتبه پرهیزگاری است، رسیدن به مرتبه است که الله سبحانه و تعالی ما را برای آن آفریده است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما جن و انس را نیافریدیم مگر برای اینکه عبادت الله سبحانه و تعالی را بکنند. وقتی که شما عبادت الله سبحانه و تعالی را انجام میدهید شما به مرتبه تقوا و پرهیزگاری میرسید. همه عبادت هایی که الله سبحانه و تعالی در دین مبین اسلام برای ما فرض قرار داده، واجب قرار داده، سنت قرار داده، نفل قرار داده، برای رسیدن به مرتبه تقواست. حتی ایمان، اعتقاد داشتن، همه اینها برای رسیدن به مرتبه تقواست. الله متعال میفرماید که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. در مجازات، در قصاص که در دین مبین اسلام به عنوان شریعت انتخاب شده است، در این زندگی است اگر که شما تقوا و پرهیزگاری پیشه بکنید. برای اینکه شما این اعمال رو، این دین اسلام رو در جامعه خود پیاده بکنید تا به مرتبه تقوا و پرهیزگاری برسید. حتی ببینیم که همه پیامبرانی رو که الله سبحانه و تعالی فرستاده است و شعیب علیه السلام، لوط علیه السلام، صالح، هود، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، همه اینها فرستاده شدن برای ما تا ما را به مرتبه تقوا و پرهیزگاری برسانند. همه عباداتی را که الله سبحانه و تعالی برای ما فرض کرده است، برای ما واجب کرده است، برای رسیدن به مرتبه تقواست. حتی ما قربانی میکنیم. آیه جالبی است، الله سبحانه و تعالی میفرماید که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منکم. یعنی شما وقتی قربانی میکنید در حج یا در غیر حج قربانی میکنید، الله سبحانه و تعالی به گوشت و خون این قربانی شما نیاز ندارد. آنچه که مد نظر است، آنچه که هدف است، تقواست که شما از پولتان گوسفندی را، گاوی را در راه الله سبحانه و تعالی قربانی میکنید. این اخلاص است، این توحید است
که خاص برای الله سبحانه و تعالی قربانی بکنید و این قربانی رو در بین فقرا و مساکین توزیع بکنید، این برای رسیدن چی است؟ به مرتبه تقوا و پرهیزگاری است. بعد از اینکه شما به مرتبه تقوا و پرهیزگاری رسیدید، الله سبحانه و تعالی برای شما جنتی رو در نظر گرفته است که این جنت برای چگونه انسانهایی آماده شده است؟ برای متقین. همونطوری که در آیه قبلی اشاره کردیم که وصارعوا الی مغفرة من ربکم و جنت عرض السماوات والارض اعدت للمتقین. این جنتی که با این بزرگی و با این وسعت الله سبحانه و تعالی آماده کرده است، برای کیا هست؟ برای متقین است، برای کسانی که به مرتبه تقوا و پرهیزگاری برسند. آیه بعدی که میخواییم کمی در مورد این آیه صحبت بکنیم، چون دروس و عبر زیادی در این آیه وجود دارد که ما همیشه میشنویم در سخنرانی ها، در رادیو، در تلویزیون، از زبان دعوتگران، علما، که همیشه این آیه رو در ماه مبارک رمضان تلاوت میکنن یا در شروع سخنانشان به این آیه اشاره میکنن که الله متعال میفرماید که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان. من میخوام در مورد دروسی که در این آیه مبارک الله سبحانه و تعالی برای ما بیان کرده است کمی صحبت بکنیم، چون اصلا قرآن کریم برای تفکر است، برای تدبر است، برای دانستن معانی حقیقی و واقعی قرآن کریم است که هدف الله سبحانه و تعالی از این عبادات و از ارسال انبیا و از ارسال کتب آسمانی این است که ما در این آیات الهی تفکر بکنیم و تدبر بکنیم. الله سبحانه و تعالی میفرماید که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. یکی از عظمت ها و بزرگی هایی که الله سبحانه و تعالی برای ماه مبارک رمضان، اصلا این ماه چرا مبارک شد، چرا این ماه این همه عظمت پیدا کرد، چرا عبادت در این ماه این همه اجر و پاداش دارد؟ چون که در این ماه شب قدر است، شبی که بهتر از 1000 ماه می باشد. همه این عظمت و شرف و بزرگی و این همه زیبایی هایی که در این ماه مبارک وجود دارد به سبب نزول قرآن کریم در این ماه است. همین مجد و عظمت و شرافت برای این ماه کافی است که الله سبحانه و تعالی قرآن مجید، قرآن عظیم، قرآن شریف را در این ماه مبارک برای ما انسانها فرستاده است. بعد از اون در این آیه مبارک می‌فرماید الله سبحانه و تعالی که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس. ما می‌دانیم که در قرآن کریم ما دو نوع خطاب است از جانب الله سبحانه و تعالی. یکی خطاب عام برای همه انسان‌ها، چه کافر باشند چه مسلمان باشند، و دیگری خطاب خاص و ویژه است، خطابی که پیامی که خاص برای مؤمنین و مسلمان هاست. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. این پیام یک پیام بین المللی است. این پیام برای همه انسان هاست. آیاتی که در شروع آن یا ایها الناس باشد، این آیات خاص و ویژه مسلمان ها نیست، برای همه بشریت است. همه قرآن برای همه بشریت است، اما این آیات، مخاطب این آیات، هشدار این آیات برای همه انسان هاست. در اینجا هم الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که هدی للناس، هدایت است این قرآن برای همه انسان ها، برای همه بشریت، برای کافر و برای مسلمان. قرآن در ذات خود هدایت است.
این پیام مهمی است برای علما، برای دعوتگران. قرآن سلاح دعوتگر است. قرآن سلاح کسانی است که به دنبال دعوت و اصلاح جامعه هستند. قرآن سلاح کسانی است که به دنبال استقلال، آزادی و زدودن و از بین بردن طواغیت و ظالمین و ستمگران هستند. الله سبحانه و تعالی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که وجاهدهم به جهادا کبیرا. این مبارزه و جهاد بزرگت را به چی انجام بده؟ به قرآن. اگر امروز دعوتگران ما، اگر امروز مبارزین ما، اگر امروز مصلحین ما، علمای ما اخلاق قرآن نداشته باشند، سلاح قرآن را در دست نداشته باشند، از بین بردن ظلم، ستم، آزادی، رسیدن به استقلال، رسیدن به حکومت اسلامی، این خواب و خیال است. ما اگر که قرآن را در زندگی تک تک مبارزینمان، مجاهدینمان، دعوتگرانمان پیاده نکنیم، به هدف خود نمیتوانیم برسیم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یک نسلی رو در 23 سال تربیت کردند. نسلی که از روز اول به اونها امر نشده بود که شما سلاح بگیرین و جهاد بکنید، سلاح بگیرین و ابو جهل و ابو لهب رو بکشید. اگر در مکه پیامبر صلی الله علیه و سلم امر جهاد و مبارزه صادر میکرد، همه قریش یک طرف و عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه یک طرف، همه قریش یک طرف و مصعب بن عمیر یک طرف. میتوانستن که اینها بزنن، بکشن، خراب بکنن. اما نه، اسلام میخواست، پیامبر صلی الله علیه و سلم میخواستن که افرادی با قرآن تربیت بشن. آیه قرآن در زندگی عملی اینها پیاده شود. شاید شنیده باشید که از بعضی از صحابه روایت است که میفرمایند ما تا یک آیه قرآن رو حفظ نمی کردیم و به آن عمل نمی کردیم، آیه دیگری رو فرا نمی گرفتیم. این یعنی چی؟ یعنی پیاده کردن قرآن در زندگی. وقتی که دعوتگر ما، وقتی که مبارز ما، وقتی کسی که میخواهد با ظلم و با طاغوت مبارزه بکند، در امور عقیده تساهل داشته باشد. حالا فرق نمی کند بیایید به خاطر اینکه ما مثلا این حکومت ظالم و ستمگر را شکست بدهیم، سرنگون بکنیم، فرق نمی کند در صف ما رافضی هم باشد، در صف ما سیکولار هم باشد، در صف ما بیدین هم باشد، در صف ما قومگرا هم باشد. حالا وقتی که حکومت رو گرفتیم، بعد از اون ما انشاءالله صفا رو مشخص میکنیم و حق رو به حقدار میدیم. عاقبت مثل جهاد افغانستان میشه. وقتی که افراد تربیه نشوند، وقتی که قرآن در زندگی عملی انسانها پیاده نشود، این آرزوهایی که ما داریم، این آمالی که ما داریم، اینا به حقیقت نمیپیوندد تا وقتی که با قرآن خود را مسلح بکنیم. هر آیه قرآن در زندگی عملی ما پیاده شود. وقتی که از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها پرسیدن در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم، فرمودند که مانند قرآنی بود که بر روی زمین میگشت، مانند قرآنی بود که بر روی زمین قدم برمی داشت. کان خلق القرآن، اخلاقش قرآن بود، همه وجودش قرآن بود. که انه قرآنی بود که در پیش روی صحابه میگشت و نسلی رو با این قرآن تربیت کرد که یعنی واقعا میشه با اونها گفت نسل تعلیم یافته قرآن. این نسل توانست در مدت زمان بسیار کوتاه بزرگترین امپراتوری های دنیا رو شکست بدن. امپراتوری هایی که تا دندان مسلح، میلیون ها سرباز داشتن، سلاحشان، مهماتشان، پیشرفت و تکنولوژی که در آن زمان داشتن اصلا قابل مقایسه نبود. در معرکه موته میبینیم که 3000 نفر در مقابل 200,000 نفر شجاعت و پایبردی و مقاومت نشان میدن. این یعنی چی؟ این یعنی که این 3000 نفر 3000 نفر قرآنی بودن. ما امروز 8 میلیون 9 میلیون در یک کشور هستیم
یک طاغوت، یک ظالم، یک ستمگر بر ما حکومت می کند، یک خانواده مستبد بر ما حکومت می کند، ما چرا بر آنها پیروز نمی شویم؟ چون از قرآن دور شدیم، چون قرآن را در زندگی خود پیاده نکردیم، چون مبارزه ما، عمل ما، دعوت ما، فریاد ما، حرکت ما به دور از قرآن است. هر موقعی که قرآن رو در زندگی خود پیاده کردیم، در دعوت و در جهاد و در مبارزه خود پیاده کردیم، باور کنید که همه طواغیت دنیا اگر یک طرف شوند، این گروه اندک قرآنی میتوانند بر آنها پیروز بگردند. خب سلامت باشید شیخ. در مورد آنچه که گفتیم من با همون کلمات شما سوالات رو مطرح میکنم در مورد یعنی عمل کردن با قرآن و قرآن یعنی باید حیات ما باشد، چنانه که اصحاب رسول اکرم همانند یک قرآن زنده بودند که چنانه که شورا فرموده در زمین راه میگشتند و در حیات اونها، در گفتار اونها، در تمام اعمال زندگی و شؤونی که یک انسان را میدیدند یعنی قرآن زنده را در آنها میدیدند. ولی با تأسف شدید امروز در تاجیکستان ما یعنی قرآن شده است و مانند یک کتاب تروریستی و خواننده او به 12 سال زندان محکوم می شود. یعنی منظور شخصی که تدریس میکند قرآن. این چیزی است که من از پیش خودم نگفتم و صدها دلیل هم برای این داریم و برای یعنی خوب آگاهی دارد شما در مورد اینکه چگونه افرادی که تدریس قرآن میکنند و اونها را چگونه زندانی میکنند و تطبیق قرآن در حیات در تاجیکستان یعنی غیر امکان است و امکان ندارد که قرآن علی الاقل همون یعنی مقاطعی که عبادی هست اونها را در حیاتشون تاجیکا تطبیق کنند. مثلا خوب دیگر انشاءالله که شرح لازم نیست، یعنی آن چیزی که مورد عبادی است، یعنی نه اینکه مسائل دیگری که آن چیزی که مسائل کلیه که در قرآن آمده است که حیات و زندگی تمامش در قرآن وجود دارد، یعنی ولی آنچه که شؤون عبادی است در تاجیکستان ما یک ظالم با نام رحمان رو منع کرده است. در این مورد برای مردم مسلمان تاجیک چه توصیه میتونید؟ ببینید من گاهی اوقات به دوستان میگفتم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب معراج یک شبه از مکه مکرمه در یک لمح البصر، یعنی در یک چشم به هم زدن بر یک براق، اسبی که به اصطلاح بالدار بود یا هر چیزی که بود، سوار شدن و به بیت المقدس رفتن. از آنجا به آسمان هفتم رفتن، جنت را دیدن، دوزخ را دیدن، در آسمان ها سیر کردن، با الله سبحانه و تعالی صحبت کردن و پس دوباره همان شب برگشتن در بستر خود در مکه مکرمه خوابیدن. آیا از نگاه عقل امروزی همچین چیزی ممکن هست؟ ممکن نیست. یک چیز مستحیل است، یک چیز غیر ممکن است. اما روزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم قصد هجرت کردن به مدینه منوره، چرا الله سبحانه و تعالی این براق را نفرستاد، این اسب خدایی را نفرستاد که پیامبر صلی الله علیه و سلم به این سوار شوند و از مکه مکرمه به مدینه منوره در یک چشم به هم زدن بروند؟ چرا در آن شب سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در بستر پیامبر خوابیدند؟ چرا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با عزت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مسافت ها، فرسنگ ها راه رو پیاده رفتند تا کوه ثور، در آنجا چند روز پنهان ماندند، بعد از اون راهنما گرفتن 18 شبانه روز، یعنی 18 شبانه روز پای پیاده از مکه مکرمه تا مدینه منوره. با این راه رو ما رفتیم، شاید در برنامه سیرت دیده باشیم، 460 کیلومتر است، یعنی مسافت بین مکه و مدینه 460 کیلومتر. بله، حدود 460 کیلومتر راه هست، راهی که بیابان هست، دره هست، کوه هست، هوای گرم، هوای سرد، یک قسمتی سنگ‌های آتشفشانی است که اصلا راه رفتن بر روی آن خیلی سخت و دشوار است. چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم 18 شبانه روز این راه را رفتن و با تحمل سختی‌ها و مشکلات به مدینه رسیدن؟ چون الله سبحانه و تعالی میخواست به ما نشان بده که
توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم در راه دین باید هجرت کرد، در راه دین باید مشقت و زحمات را متحمل شد، در راه دین باید جنگید، در راه دین باید مبارزه کرد. شما فرمودید که امروز در تاجیکستان تعلیم قرآن یا کلاس های قرآن یا آموزش قرآن جرم است. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مگر در مکه مکرمه جرم نبود؟ مگر خواهر عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنهما به خاطر خواندن قرآن، به خاطر خواندن آیات قرآن توسط حضرت عمر که تا هنوز مسلمان نشده بود کتک نخورد؟ مگر عبدالله ابن مسعود و تعداد دیگری از صحابه به خاطر تلاوت قرآن در داخل بیت الله الحرام مورد ضرب و شتم مشرکین قرار نگرفتند؟ مگر مسلمانان پنهانی در دار ارقم ابن ابی ارقم در آنجا قرآن رو فرا نمی گرفتند؟ همه اینها درس است. گاهی اوقات ما اصلا سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم را مثل یک افسانه هزار و یک شب میخوانیم و از دروس و عبرت هایی که در سیرت پیامبر، در سنت، در قرآن وجود دارد غافلیم. همه اینا درس است برای ما که اگر امروز ملتی مثلا در تاجیکستان زیر ظلم و ستم مستبدین و ظالمین مجبور هستند که قرآن را پنهانی بیاموزند. من خودم میشناسم خواهرانی که در تاجیکستان همین الان با وجود همه این مشکلات و سختی ها در خانه های مردم میروند و قرآن را پنهانی به کودکان آموزش میدن و شاید شما هم در جریان باشید. شیرینی مبارزه در این است که در مقابل این ظلم، در مقابل این ستم، انسان پنهانی، آشکار، تا حد توان، تا حدی که انسان استطاعت دارد در راه دین سعی و تلاش بکند. آن وقت است که انسان لذت ایمان و لذت مبارزه و لذت جهاد در راه الله سبحانه و تعالی را احساس می کند. جهاد و مبارزه در راه الله متعال تنها این نیست که شما حتما سلاح باید به دست بگیرید و در کوه بروید و با دولت بجنگید. همین هایی که امروز من حدیث رو از پیامبر صلی الله علیه و سلم برایتان خواندم که و جاهدهم به، یعنی به چی؟ به قرآن. و جاهدهم به جهادا کبیرا. دلیل، برهان، آموزش دین، آموزش عقیده، آموزش کتاب الله سبحانه و تعالی امروز بزرگترین جهاد است که ما در تاجیکستان و در دیگر کشورهایی که آموزش دین و آموزش تعالیم دینی در آنجا ممنوع است یا جرم محسوب می شود میتوانیم انجام بدهیم. وظیفه تک تک عزیزانی که در تاجیکستان ولو اینکه یک سوره، یک آیه، یک فهمی از قرآن دارند این است که به دور و بر خود، به نزدیکان خود بیاموزن قرآن کریم رو. من معلمی رو میشناسم در تاجیکستان، خواهری که حتی در موقعی که وارد مدرسه میشد حجابش را به زور از سرش برداشتن. اما این خواهر چه کرد؟ شاگردانی رو که در کلاس درسیه بودن در ضمن دروس مدرسه با آنها قرآن کریم رو هم آموزش داد و از بین شاگردانش کسانی هستند که قرآن رو کامل حفظ کردند. این دوران دوران مبارزه است. این دوران سمیه میخواهد، عمار میخواهد، کسانی که در یاسر میخواهد، کسانی که در بیابانهای مکه مشرکین. یعنی منظور شما فعلا ما در آغاز دوران مکی قرار داریم، درست؟ یعنی که در دوران مکی قرار داریم، یعنی وضعیت تاجیکستان. نه من مثل جماعت تبلیغ نشود که میگویند که ما در دوران مکی قرار داریم، فقط تبلیغ میکنیم، دعوت میکنیم، جهاد نمیکنیم. اگر انسان میتواند جهاد میکند. دین ما دین کامل شده است. یعنی من به این نمیگم که احکام دوران مکی است، اما در این زمان با وجود این مشکلات هر کدام ما به اندازه استطاعتی که داریم میتوانیم در راه دین کار بکنیم. سیاستمدار، سرباز، دعوتگر، ملا، کارمند، زن، مرد، نوجوان، کودک، هر کس به اندازه استطاعتش
میتواند کار بکنه. چون موضوع آموزش قرآن بود، ما باید از آن سختی ها و مشکلاتی که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در صدر اسلام به خاطر تعلیم و تعلم قرآن کریم دیدن درس بگیریم و مانند اونها عمل بکنیم. این به معنی این نیست که ما فعلا در دوران مکی قرار داریم، نه حکم جهاد نیست، حکم مبارزه نیست. نه، اگر که ما مسلمان ها بتوانیم با جهاد، با مقاومت، یک ظالمی رو، ستمگری رو در حدش رو به اون نشان بدهیم و او را از بین ببریم، این واجب است، این فریضه است بر هر مسلمان. حالا مثل جماعت تبلیغ نشود که بگیم که نه وقت جهاد نیست، دوران مکی است، فقط باید نصیحت کرد و امر معروف و نهی از منکر کرد. نه، این نیست. اما همه این مشکلات و سختی هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام چه در دوران مکی و چه در دوران مدنی متحمل شدن، اینها همه برای ما درس است که ما باید از آنها بیاموزیم. پس جناب شیخ در مورد آموزش درست انشاءالله بله ما هم خوب میدونیم در مورد استادانی که درس ها میتین، یعنی مثل دوران اتحاد شوروی شده از تاجیکستان که درس های زیری زمینی یا این که میفتن حلقه های درسی، بله الحمدلله خوب شواش شما میدونه که چگونه است، ما میدونیم. ما در اینجا نمیگیم تا اینکه مشکل برای اون بزرگان و اون افرادی که واقعا هم زحمت میکشن الله از ایشان راضی باشد. من یک نفرم میدونم، یک زن که 700 شاگرد دارد، 700 شاگرد زن، یعنی که این کار بازی نیست. یعنی این در حکومت تاجیکستانه که مرد از زنش میترسد که فردا من همراه زنم صحبت نکنم که با زنم برادر امنیت من افروشه. یعنی اینقدر دولت پلیسی و اینقدر یعنی وضعیت مردم مشکل است. ولی 700 شاگرد دارد این خواهرم میشناسم که واقعا هم خیلی از وجود ایشان یعنی افتخار میکنیم که چنین یعنی مادران بزرگ و چنین زنانی که در راه دین و استقامتشون استقامت دارن. تطبیق قرآن در تاجیکستان ممنوع است، یعنی رفتن زن به مسجد، حجاب کردن و خوب دیگر برای زنها واقعا هم تاجیکستان شده است یک وحشتگاه. تاجیکستان شده است یک دولتی که نمیدونیم که با کدام توصیف اونا، یعنی که با کدام کلمات اونا ما بتونیم توضیح بکنیم تا اینکه برای یک، البته برای تاجیکان معلوم است چون نزدیکی در همین ماه مبارک رمضان ریدها یا همان کارهایی که بخواهند بازداشت کنند زنها را از بازارها و از اینجاها یعنی شروع کردن که این در ماه رمضان هم اینها نمیخواهند حتی دست از این عملهای خشین و بدشون بردارند. پس توصیه کوتاه برای این مادران، برای این خواهران غیر از هجرت نمودن چی است؟ استقامت، تنها همین. یعنی بله ببینید، من یک داستانی رو خدمت شما عرض بکنم. یک جنرال بلند پایه‌ای هست در تاجیکستان. یکی از خواهران مسلمانی که من میشناسمش، او را، این خواهر رو به عنوان معلم قرآن دختران خودش به شکل پنهانی در خانه دعوت میکند تا به فرزندانش قرآن بیاموزد. باطل هر چقدر قوی باشد، باطل هر چقدر طغیان بکند، باطل هر چقدر جولان بدهد، اما حق پیروز خواهد شد. شما تصور بکنید یکی از بزرگترین دشمنان اسلام عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه بود قبل از اینکه مسلمان شود. درست است یا نه؟ در خانه عمر خواهرش مسلمان می شود. خواهرش مسلمان می شود و این خواهر سبب مسلمان شدن برادرش عمر ابن خطاب می شود که بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سبب عزت و مجد و عظمت و بزرگی دین مبین اسلام شد و ایران و عراق و این همه سرزمین هایی رو که در دوروبر ما هستند در زمان ایشان فتح شد. خالد ابن ولید از خاندانی که بیشتر بزرگان آن دشمنان اسلام بودند، از بین این خانواده خالد ابن ولید آمد و یکی از سرداران بزرگ اسلام شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم مدال
سیف الله المسلول رو به او دادن، مدال افتخار به او دادن. و شما اگر اکثر صحابه جوانی رو که در مدینه منوره در کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن، زندگی اینها رو مطالعه بکنید، پدرش، مادرش، عمو، دایی، اکثرا از بزرگان کفار بودن. این نیست که امروز یک ظالمی، یک ستمگری، یک طاغوتی قدرت دارد، سرباز دارد، ارتش دارد، امنیت دارد، ظلم و ستم و زندان دارد، شکنجه دارد، اما پیروزی از آن حق است. در بین همین دولت شخصیت ها، جنرالان و صاحب منصبان بزرگی هستند که فرزندانشان را با قرآن دارن تربیت میکنن و این واقعیتی است که من خودم دقیق از این اطلاع دارم. این یعنی چی؟ یعنی اینکه در درون این حکومت هم کسانی در آینده خواهند آمد که همان عزت و شرف و مجد و عظمتی که اسلام و مسلمانان در تاجیکستان داشتند زنده بکنند. همین در همسایگی تاجیکستان، در ازبکستان تا چند سال قبل مگر اذان ممنوع نبود؟ مگر قرآن ممنوع نبود؟ مگر مدارس دینی ممنوع نبود؟ مگر به حج رفتن ممنوع نبود؟ مگر ریش گذاشتن و حجاب داشتن ممنوع نبود؟ چی شد؟ از درون همان حکومت مگر کسی نیامد و همه آن باطلی رو که وجود داشت از بین نبرد؟ این برای الله سبحانه و تعالی آسان است، اما چی میخواهد؟ از ما صبر میخواهد، قربانی میخواهد، مبارزه میخواهد. من گاهی اوقات به بعضی از برادران ازبک میگویم که این تغییری که در ازبکستان آمد از برکت اون خونهایی بود که به خاطر اسلام و به خاطر اعلای کلمت الله ازبک ها ریختن. اما این که ما در گوشه خانه بشینیم، هم شهید، هم غازی، هم غنیمت بگیریم و هم سعی سلامت زندگی بکنیم، نه، این اسلام نیست. باید برای دین قربانی داد، باید برای دین از همه چیز گذشت. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم خانه و دارایی و زندگی و مال همه چیز خودشان را رها کردند به خاطر اعلای کلمت الله، به خاطر دعوت، به خاطر جهاد، به خاطر مبارزه با کفر و طاغوت. اما ما امروز به خاطر دین خدا از هیچی حاضر نیستیم بگذریم. پس چگونه میخوایم که به حکومت اسلامی برسیم؟ چگونه میخوایم که طاغوت‌ها رو شکست بدهیم؟ چگونه میخوایم این آرزوها و آمالی که داریم در عمل پیاده بکنیم؟ هر موقعی که عیسی رو از خودگذشتگی و قربانی دادیم، آن روز است که میتوانیم به آرزوهای خود برسیم. واقعا درست است. و در مورد این که فعلا علمای در تاجیکستان در منبرهای محمد صلی الله علیه و سلم و مساجد باقی نموندند که آنها حقیقت را برای ملت گویند. و البته از قضیه یعنی علمای تاجیک فعلا هر چی که رحمان برایت بگرد، اگر بگه روزه بخورید، نماز نخوانید، روز جمعه تعطیل است، عید نکنید، اگر بگه قرآن اصلا نخوانید، همش میگن کاملا درست است. این گپ شما طبق مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفته بود که قرآن نخوانید، قرآن خوانده دوزخ میرید. در حال 10 تا دنبال پیدا میشه. همین گپا در نزد رحمان و دستور پیش بر ولی جناب دولو میگن همین، یعنی همین سخن میگن. و علمای حق کاملا بعضش شدن تقریبا چاپلوس و بعضی دیگر شدن لبیکوی این طاغوت و این فرعون و این چنگیزمنشو. یعنی با این علما چی یعنی پیام داره؟ با این علمایی که واقعا هم در این بدبختی بعضش اسیر هستند ولی بعضش واقعا نمیدونیم که چگونه اونها دنیا یعنی آخرتشون به عرض دنیا فروختن. ببینید، وقتی که ما میگیم ما یک نسلی رو تربیت بکنیم که نسل قرآنی باشن، فرزندان ما، جوانان ما با قرآن آشنا باشن، لحظات پیش ما آیه رو خواندیم که الله سبحانه و تعالی میفرماید که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله متعال میفرماید که من روزه را بر شما فرض کردم. درست؟ فرزند ما، نسل جوان ما موقعی که قرآن را بداند و این آیه را بداند و معنی و مفهوم و تفسیر این آیه را بداند، آن زمان اگر که
رئیس کمیته دین در تلویزیون ظاهر می شود و میگوید که در 4 کتاب یک روایت آمده است که گر ضرورت بود روا باشد، پس اشکالی ندارد، شما می توانید که روزه تان را بخورید. خب باور کنید یک کودک 7 ساله و 6 ساله وقتی که این حرف رو از این عالم نما بشنود میخندد که 4 کتاب چی است؟ کتاب تفسیر است، کتاب حدیث است، کتاب احکام است. یک شیعه رافضی گمراه 4 بیتی را نوشته است در این کتاب و متاسفانه امروز در جامعه ما به عنوان یک کتاب دینی مطرح شده است و این انسان مسخره میاد در تلویزیون میگه که در 4 کتاب یک روایت آمده است که گر ضرورت بود روا باشد. وقتی که ما نسلمان را قرآنی تربیت بکنیم و بداند که روزه از طرف الله سبحانه و تعالی فرض شده است، در آن موقع انسان‌های مسخره‌ای مثل این هیچ گونه ارزشی در جامعه نخواهند داشت. پیام من برای کسانی که میدانند و در کنار ظالم و ستمگر قرار میگیرند، قبلا هم یک پیامی داشتن شاید شنیده باشید برای کمیته دین و برای علما در تنها تاجیکستان و در خیلی کشورهای دیگری هم هستند کسانی در کنار ظالمین و ستمگران قرار میگیرند. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم فرعون، نمرود، هامان، خیلی از سران طغیان و کفر و ضلالت رو هیچ وقت به حیوانات تشبیه نکرده است. مثلا نگفته است که فرعون مانند سگ است، فرعون مانند الاغ است. اما عالمی رو که به علم خود عمل نمی کند، عالمی که قرآن و دستورات الهی را تحریف می کند، وحی الهی را تحریف می کند، عالمی که در کنار فاسق و فاجر و ظالم و ستمگر و طاغوت قرار می گیرد، الله سبحانه و تعالی مثلهم کمثل الحمار یا مثلهم کمثل الکلب، الله سبحانه و تعالی آنها را به سگ و آنها را به الاغ تشبیه می کند. اینها الاغ‌هایی هستند که طواغیت و ظالمین و ستمگران بر پشت اینها سوار میشن و مردم رو فریب میدن. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم من کرده است از این که در کنار ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، در کنار ظالمین و ستمگران قرار نگیرید، ندای ظالمین نباشید، وسیله برای فتنه و فریب جامعه و بشریت نباشید. اینها مانند الاغ‌هایی هستند که ظالمین و ستمگران بر پشت اینها سوار میشن و بر مردم حکومت میکنن. اما آن عالم و دعوتگری که مظلوم هست، مستضعف هست، نمیتواند حق رو بگوید، یا ساکت بنشیند یا در راه الله سبحانه و تعالی هجرت بکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب کرام به خاطر رساندن دین، به خاطر اعلای کلمت الله از مال و خانه و قوم و خیش و شهر و کشور خود گذشتند تا این دین رو برای ما برسانند. اگر که هر کدام از آنها در خانه خود می نشستن می گفتن خب به ما چه، ما مسلمان هستیم، به ما هم کار ندارن، ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر و عبدالله ابن مسعود و غیره می نشستن در خانه خود و هجرت نمی کردن، امروز این دین برای ما شما چگونه می رسید؟ عالمی که استطاعت دارد و هجرت نمی کند در پیشگاه الله سبحانه و تعالی مسئول است. در مورد تضحیه که اونها کردن، اون بزرگواران اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که الله از ایشان راضی باشد، واقعا هم حاملان وحی و حاملان رسالت بر ما، یعنی که اصحاب گرامی رسول اکرم هستند که الله از ایشان راضی باشد و خداوند هم از ایشان راضی است، یعنی رضایت الله سبحانه و تعالی از ایشان در قرآن کریم یعنی وجود دارد. ولی بدبختی رحمانوف اینجاست که هم ظلم میکنه، هم میگه که انا ربکم الاعلی و همه مصیبت بالای مردم آورده است و باز تیکت هواپیما را هم گران کرده است تا اینکه آخران مبلغی که در دست داری اونم باید تیکت بخری، بعد از اون از تاجیکستان خارج شه. یعنی این در اوج
بدبختترین حالتی که مردم تاجیک آورده است. و فکر فرعون که همون یعنی و اذ نجیناکم من آل فرعون، یعنی که وقتی که الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه که ما شما را نجات از آل فرعون که یعنی که فرزند و بچهای نارینه شما را میکش و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم است در قرآن که الله برای یعنی که اون مردم اینا اظهار کرده بود. ولی فعلا رحمانوف میکشد، زندان میکند، دین من میکند، به بدترین حالت میارد قرار میتید و برای که از همون وطن برای خارج شدن تیکت هواپیما تا بلیت یا اینکه تیکت هواپیما تا قیمت میکند، گران میکند تا اینکه هر چیزی که داری اون شام بفروشی برای اویله رحمان و بوتی بعد از اونجا خارج شه. یعنی تا این درجه ظلم حتی فرعون و نمرود و هامان نکرده بودند به قوم ملت چون. یعنی واقعا هم ما در یک زیر ظلم قرار داریم که دیگر اگر الله سبحانه و تعالی با دعاها ما را نجات ندهد از این ابوالهول فرعون، یعنی به هیچ وجه نمیدونیم که وضعیت این امت این ملت ما چی میشود. یعنی در آینده برادر عزیز ببینید، نجات به وسیله دعا. اگر قرار بود که انسان به وسیله دعا نجات پیدا بکند، دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم مستجاب الدعوه بودند، در همان غار حرا می نشستن و همونجا دعا میکردن که یا رب مشرکین مکه رو همه رو نابود بکن، همه نابود میشدن. یا در بدر نمی رفتن، در احد نمی رفتن، دندان مبارک نمی شکست، صورت پیامبر زخمی نمی شد. اصحاب کرام در احد بیش از 72 تن از بهترین صحابه در آنجا به شهادت نمی رسیدن. در احزاب مسلمان ها قربانی نمی دادن. ببینید، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یعنی تغییر، نصرت، پیروزی این نیست که ما بشینیم دعا بکنیم از آسمان یک فرشته‌ای بیایند و ما را پیروز بکنن. نصرت و فتح و ظفر و پیروزی از طرف الله سبحانه و تعالی وقتی می آید که ما خودمان را تغییر بدهیم، درون خود را تغییر بدهیم، جامعه خود را تغییر بدهیم، خانواده خود را تغییر بدهیم. بعد از اون است که ملائکه به مدد ما می آید. این تنصر الله ینصرکم. امروز جوانی که مد لباس پوشیدنش مانند مشاهیر کفار، 24 ساعت به موسیقی گوش میدهد، شراب میخورد، زنا میکند و بعد از اونم بشیند بگد یا رب ما رو بر طاغوت پیروز بکن. اگر قرار بود اینطوری دعا قبول بشود که دیگه نیاز به جهاد و مبارزه و دعوت و امر به معروف و نهی از منکر نبود. ما تا وقتی که درون خود را اصلاح نکنیم، جامعه خود را اصلاح نکنیم، ملت را اصلاح نکنیم، از دعا کاری ساخته نیست. الله سبحانه و تعالی به خاطر فرستادن نعمت، به خاطر فرستادن فتح و پیروزی نیاز به اسباب دارد. اگر ما این اسباب رو مهیا نکنیم، الله سبحانه و تعالی ما را پیروز نمی کند. این فکر نکنید که از آسمان یک اشارتی می آید تخت فلانی سرنگون می شود و شما می روید رئیس جمهور می شوید. اینطوری نیست. درون ما باید اصلاح بشود، فرد جامعه باید اصلاح بشود. حکومت اسلامی وقتی تأسیس شد در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، خونها ریخته شد، شکنجه ها دیدن، زندان ها دیدن، سمیه ها، عمار ها، یاسر ها خون دادن، جان دادن. این نیست که همینطوری یک شبه مثل یک جادوگر شما یک دعایی رو بخوانید و خلاص فردا صبح بلند بشید که دنیا گل و گلستان است. این امکان ندارد. بله، واقعا هم درست است. یعنی پس برادران و خواهران و ملت عزیزم، پیام شیخ معین است که یعنی با شیشتن و تنها یعنی طلب کردن و تقاضا کردن و ادعا کردن کاری ساخته نیست. کاری که باید ما و شما بکنیم این پیکار است. در برابر مبارزه هایی که دعاهایی که انجام میدیم، مبارزه های شبانه روزی خودمون، تلاش های خودمون برای نجات ملت، برای نجات هر یک فرد جامعه کشور از چنگال این ظالم باید ما تلاش های یعنی بدون توقفانه انجام بدیم. چون که بارها براتون گفتم که منتظر نزول ملائکه از آسمان نباشید. اینجا جنگ بدر است و ملائکه از آسمان مردفین نازل میشوند و خلاص دیگر میروند بر سر رحمان میریزند و خلاص دیگر
رحمان و خلاص بشود ما میریم. یعنی و این چنین شما هم به مانند یعنی که امتان پیشین که چی گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا و نحن ها هنا قاعدون، برای همراه یعنی که پروردگارت همراه او جنگ کن، ما اینجا نشسته هستیم. نه نظاره‌گر باشید و نه تنها دعا کننده که دعا کنید که از آسمان ملائک برای ما نزول شود و ما را نجات بده اما بار بگردیم بریم تاجیکستان. نه، یعنی چنین چیزی شدنی نیست و انتظار این چیز هم باید هیچ کسی نباشد. خداوند هیچ ملت را تغییر نمیدهد مگر اینکه اون ملت خودش و اون مردم و اون قوم خودش یعنی که تغییر ندهد. تغییر در دست ما و شماست و امکان تغییرات اون نیز در دست ما و شماست. خب جناب استاد در مورد مسائل زیادی الحمدلله صحبت کردیم و سوالی که آخران از شما بخواهم بکنم این است که شما در وصال حق شبکه‌ای بود که یعنی کار و فعالیت میکردید و برنامه داشتید با نام دردها و رنجها. در برنامه‌های دردها و آرزوها، دردها و رنج‌هایی که تاجیکستان، بله، دردها و آرزوها، دردها و آرزوها بوده. دردها و آرزوها یعنی ما چون یک برنامه دردها و رنجها داشتیم، یعنی که اون این چیزی جدید اون چیزی قدیم رو از بین برد. یعنی دردها و آرزوها یعنی که خیلی بیننده زیاد داشت و واقعا هم دردهایی که مردم تاجیک در اون زمانها میدیدند و میکشیدند و چون ما رسانه‌های فعال نداشتیم که مصیبت‌های ملت و دردهای ملت و آن آرزوهایی که مردم تاجیک می‌خواستند بکنند از یعنی که الله سبحانه و تعالی تا که اونها را برسانند پیش خودشان تنها بود و از هیچ رسانه‌ای این کار انجام دادن نمی‌توانستند و اولین شما بودید که این برنامه دردها و یعنی آرزوها را تشکیل نمودید و حدود یعنی چند برنامه بود، تقریبا چند ماه فعالیت کردید، درست بود؟ یعنی چند ماه هم فعالیت کردید. چی شد که این یعنی دردها و آرزوها دیگر یعنی که خلاص شد دیگر ندیدیم ما؟ خیلی واقعا هم برنامه جالبی بود. یکی از دوستان شوخی میکرد، میگفت که دردها درمان نشد و به آرزوها نرسیدیم اما این برنامه تعطیل شد. در صورت حقیقت این بود که با شروع برنامه، چون من از اولین قسمت برنامه این رو بیان کردم که هدف ما از این برنامه یعنی سرنگونی حکومت، تغییر حکومت، قتل، خونریزی، انقلاب، کودتا، این مسائل نیست. ما می‌خواهیم دردها و رنجها و آرزوهایی که ملت تاجیکستان دارن رو بیان بکنیم و از همان قسمت اول اگر شاهد باشید بیشتر ما مجال دادیم به برادران و خواهران تاجیکی که چه در داخل و چه در خارج بودند تا در مورد مشکلات و مسائلی که وجود دارد در تاجیکستان صحبت بکنند. اما یک مشکل بزرگی که در نظام‌های استبدادی و دیکتاتوری وجود دارد این است که از خودشان یک تصویر زیبا و خوبی رو ترسیم می‌کنند و هر کسی که بخواهد حقایق و واقعیت‌ها رو بیان بکند با او مبارزه می‌کنند. واقعیتش این است که حتی یکی از همین علمای درباری رو پیش من فرستادن که شما چقدر پول می‌خواهید، البته این در شروع بود که دو قسمتی که ما برنامه زنده رفته بودیم، هر چقدر پول می‌خواهید ما به شما می‌دهیم و این برنامه رو تعطیل بکنید. من خندیدم به اون طرف، حالا نمیخوام اسمش رو ذکر بکنم، گفتم ما این کار رو به خاطر پول انجام ندادیم و هدف ما رسیدن به منصب و به پول و به نان و نوا نیست. ما میخواییم دردها و مشکلات یک ملت رو بیان بکنیم. در صورت کمی مسائل دیگری رو هم مطرح کرد و اما هدف اصلی این بود که میخواستن رشوت بدهند و این برنامه رو تعطیل بکنند. بعد از اون شخصیت‌های مهم دیگری رو از شخصیت‌های دینی رو واسطه قرار دادن تا این برنامه رو تعطیل بکنن. وقتی که همه اینها جواب نداد، یک شخصی رو اجیر کردن به خاطر ترور فرستادن به مدینه. یک شخص روسی بود که الحمدلله دستگیر شد و قضیه رو همچنان پنهان کردن. حالا وارد مسائل سیاسی و روابط بین دولت ها نمیخوایم بشیم. نه جنسیه روسی بود، جنسیه روسی و خود شخص هم روس بود یا که روسی که خودش روسی بود.
گفتن که پاسپورت روسی داره. پاسپورت حالا روسی نیروی داره ولی امنیتی. هفتگی سوار بود. شاید بله. به هر صورت اون دستگیر شد و بعد از اون که دیدن همه این روش هایی که حالا روش های فرعونی بگوییم جواب نداد، اینها آمدن با همکاری ایران و روسیه بر روی همون فرکانسی که ما داشتیم پارازیت پخش کردن که در همان موقع اگر به یاد داشته باشید، من الان در کامپیوتر پیدا نکردم، من خبر همین جلسه‌ای که اینها داشتن رو از آژانس خبررسانی ایرنا، آژانس خبررسانی ایران عکسش رو گرفتم که بعد از اینکه من این خبر رو نشر کردم در یکی از برنامه‌ها، این خبر رو از وبسایتشون حذف کردن، پاک کردن. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان و وزیر داخلی ایران و روسیه در مسکو یک جلسه مشترکی داشتن و یکی از مسائلی که در اونجا مطرح شد چگونگی مبارزه با وصال حق بود و بعد از اون شروع شد پارازیت پخش کردن بر روی فرکانس. طبعا در فرکانس ها حدود 17 18 15 16 تلویزیون در یک فرکانس هستن. وقتی که پارازیت پخش بشه بر روی یکی از کانال ها، بقیه کانال ها اعتراض میکنن در ماهواره و کانال شما رو میبندن. این سبب شد که ما در یک ماه تقریبا 4 فرکانس عوض بکنیم و عوض کردن هر فرکانس هم چیزی در حدود 24,000 یورو خرج دارد. کسانی که با ماهواره هاتبرد سر و کار دارن و کارهای تلویزیونی متوجه میشن که من دارم چی میگم. یعنی شما تصور کنید که اینها در یک ماه به ما تقریبا چیزی در حدود 100,000 یورو ضربه مالی زدن و شبکه وصال یک شبکه مردمی بود، یک شبکه دولتی نبود، هیچ کشوری از ما حمایت نمی‌کرد و امروز هم که شبکه وصال حق تعطیل شد، سببش این بود که از ما خواستن در کنار ظالمین و ستمگران قرار بگیریم. از ما خواستن که طبق سیاست‌های جدید بعضی از کشورها برنامه اجرا بکنیم. از ما خواستن که مثلا بر علیه اخوان المسلمین برنامه بگذارید، بر علیه ترکیه صحبت بکنید، بر علیه فلان کشور صحبت بکنید، از سیاست‌های باطل فلان کشور حمایت بکنید و وقتی که اینا رو قبول نکردیم گفتن میبندیم. ما هم گفتیم که بسته شدن این شبکه برای ما خیلی بهتر است از اینکه ما در کنار ظالمین و ستمگران قرار بگیریم. به ما پولم وعده کردن، مقام و منصبم وعده کردن، هر چی بخواین در اختیارتون قرار میدیم، اما ما یک هدف داشتیم از شروع تأسیس وصال حق تا روزی که وصال حق تعطیل شد، این که این کلمه حقی که ما در کنار وصال گذاشتیم باید به این پابند باشیم، حق را بگوییم و در راه گفتن حق از هیچ کس نترسیم و هر موقعی که از ما خواستن سخن غیر حق بگوییم در این شبکه کار نکنیم. الحمدلله همه کسانی که در وصال حق بودن به این تعهدی که داشتیم تا آخرین لحظه پایبند بودیم. ولله الحمد. ماشاءالله. ولی دیدید بینندگان گرامی که برای یک وصال حق چقدر مبلغ میتین. برای یک شخصی که سخن حق میگد میخواستن که ترورش بکنن. برای یک شخصی که میخواهد سخن حق بگوید چی مصیبت ها را میخواهند بر سر یک انسان بیارند. شما تصور کنید برادر عزیز، در روزانه بیش از 250,000 دلار خرج پخش پارازیت بر روی فرکانس وصال حق. یعنی شما تصور کنید با 250,000 دلار چند خانواده مستمند و فقیر و بی‌بضاعت را می شود برای سالها تامین کرد. اومدن 250,000 دلار روزانه بتین تا فرکانس وصال حق، تا اینکه سخن حق محو شود. ولی آماده نیستن که همون مبلغ برای کم بغلا بتین تا همون مردم خودشون زیر محمد انصاری باشن. اگر خواسته باشه که مردم از زیر محمد انصاری کنی یا زیر محمد اقبال کنی، همون مبلغ هایی که برای ما اجیر کرده تو ما را به قتل برسونید، تو اینکه برادر محمد انصاری را سخنش خاموش کنید، همون مبلغ ها را به همون مردمانی خودتان گوتید، الله شاهد است اونها میگن ما از شما بذاریم. ولی خداوند این چونید اینها را کور کرده است که نه طاقت شنیدن سخن حق ندارن، ولی نمیخوان برای مردم خودشان یعنی کار کنند و خدمت کنند. این است یعنی کوری اینها که واقعا هم براشون حسرت میخوریم.
و واقعا هم از شجاعت شما سپاسگزارم که خداوند چنین یعنی شجاعت برای شما عنایت فرموده است که چنانه که یعنی شیخ پردیل حفظه الله میگوید من یکی از چیزهای خیلی یعنی مهم میدارم و الحمدلله اون من هرگز نفروختم. من به عوض وظیفه هیچ وقت یعنی دین من نفروختم. من به عوض مال دنیا هرگز دین من نفروختم. من دین من مقدسترین جوهر من است و من هرگز اینه بر چیزی از دنیا عوض نمیکنم. این از فرقیت من از دیگر افراد که الحمدلله دیدید که از زبان خودشون این مسئله را شنیدید که یعنی چی گونه میخواهند مبارزه برند تا اینکه یک یعنی که سخن حق و یک شبکه را ببندند. و یک مسئله دیگر را براتون توصیه میتیم در مورد فعالیت در یوتیوب چرا فعال نیستید؟ همون کاری که در شبکه یعنی محوره‌ای میکردید فعلا یوتیوب خیلی یعنی کاری شبکه ها را گرفته است دیگه، جای شبکه های تلویزیونی را گرفته است که مردم دیگر در شبکه یوتیوب فعالیت میکنن و اون برنامه‌ای که در همون چی داشته در شبکه بسیار حق داشته چرا در یوتیوب اون نمیخواهید فعال کنید؟ ما انشاءالله برنامه داریم که در طریق برنامه زنده در فیسبوک و یوتیوب انشاءالله به زودی در خدمت برادران و خواهران عزیز باشیم. مدتی برنامه زنده داشتم با استاد عبدالرحمن فاتح در فیسبوک، شاید دیده باشید در بعضی از موضوعات مهم در مورد افغانستان و غیره صحبت کردیم. اما انشاءالله بعد از ماه رمضان انشاءالله به شکل مداوم برنامه خواهد بود. از یک طرف قضیه عدم استقرار تا هنوز یعنی در جای دقیق مستقر نشدیم، ثانیاً مشکلات کرونا و بیماری که وجود دارد هم کمی دست و پاگیر شده است، اما انشاءالله به زودی سعی خواهیم کرد به شکل روزانه انشاءالله در خدمت عزیزان باشم. خب خیلی خوب، واقعا هم خیلی از وجود شما فیض کسب نمودیم. خداوند شما را حفظ نماید تا اینکه یعنی حقایقی که باید گفته شوند گفته شوند. خب در آخر این برنامه اول نخست من دعایی میکنم و سپس دعا را به شما میدهم. قبل از دعا اگر اجازه شما باشد، خیلی از دوستان من میدانم که از خارج از تاجیکستان این برنامه رو میبینن، فقط یک دو سه موضوع خیلی مهم هست. شکایت بعضی از خواهران تاجیک هست، اگر که اجازه بدید در این مورد صحبت بکنم. بله. یک از مشکلاتی که حقیقتا در طول این چند سال اخیر خاصا بعد از برنامه‌ای که ما در مورد تاجیکستان داشتیم، بسیاری از خواهران عزیز و بزرگوار تاجیک این مشکلات را با من در میان گذاشتن و از من بارها خواستن که در این مورد صحبت بکنم. خیلی کوتاه و مختصر، برادرانی که در تاجیکستان ازدواج میکنن و امروز در روسیه یا در کشورهای دیگر در هجرت زندگی میکنن، الله سبحانه و تعالی رو در مورد همسرانتان در نظر بگیرید. وقتی شما میروید با یک دختری ازدواج میکنید، یک هفته، یک ماه، 2 ماه با او زندگی میکنید، بعد از اون سالها او را ترک میکنید. حتی بعضی از خواهران بیان میکردن که نفقه آنها را نمیپردازید، در حالی که نفقه دادن برای همسر واجب است و این از جز شروط مهم یک زندگی زناشویی است و الله سبحانه و تعالی این رو بر شما فرض کرده است. با یک دختر ازدواج میکنید و او را در آنجا تنها رها میکنید، سالها از حال او نمیپرسید، حتی با وجود اینکه استطاعتش رو دارید او را پیش خودتون طلب نمی کنید. این گناه بزرگ و نابخشودنی است. این دینی بود به گردن من که خیلی از خواهران از این شکایت میکنن که همسرانشون ازدواج کردن و اونها رو در پیش پدر و مادر رها کردن، گفتن شما خدمت پدر و مادر رو بکنید، ما انشاءالله برمیگردیم. و بعضی از مواردی است که 3 سال، 4 سال، 5 سال تا 10 سال گذشته است و این شوهر بر نگشته است و مانند یک کنیز از این زن استفاده میکنن. این خلاف من با شما در این مسئله یعنی که موافق هستم
ولی من این مسئله را بارها حتی یعنی که به یاد آوردم و گفتم و در مورد این مسئله باور بکنید الله شاهد است، من چون این مسئله را از نزدیک با مردان و با جوانان و با پسران توجیه که در روسیه هستند بیشتر با ما، یعنی که هر روزها بیش از هزارها پیام برای من میآید که چنونه که شما گفته 1 سال 2 سال 3 سال همینجور یعنی که هستند، ولی این همه مصیبت ها را رحمان بر سر زنها آورده است، نه این شوهرهاشون بر سر اون زنها. چون که اون جوانی تاجیکی که وقتی از تاجیکستان خارج می شود یعنی یک مصیبت بر سر اون بار میکنن و براش میگن که تو اگر تاجیکستان اومدی میبینن که چند نفرش تاجیکستان رفت و اون بازداشت شد، برای 10 سال 5 سال 15 سال روانه زندان شد و این بیچاره که در روسیه هست ممکن یعنی که خوب نمیدونم برای همه معلوم است که با چی جرم ها فعلا یعنی که زندانی میگن. ریش دارد سلفی است. خب تو یک کمی از سیاست صحبت کردی تو اخوانی هستی، خب تو دعوت کردی تو تبلیغی هستی. تمام اینها در تاجیکستان ممنوع است و اونها را روانه زندان میکنند. البته این کار خیلی کار بد است و واقعا هم شکایت زنان ما یعنی که بجا است و با مردان تاجیک در روسیه امکانی آوردن همسر و فرزنداشون به روسیه را ندارن چون جای کار مناسب ندارن و این چون خودشان در روسیه جای کار مناسب ندارن که با خانواده هاشون فرستند. به خدا قسم جوانای را میدونم میگه من 6 ماه از غیر از نان چیزی نخوردم، زن و فرزند و پنج کودک دارم میگه، یعنی من چیکار کنم؟ میگه زنم از تاجیکستان زنگ میزنه که من میخوام از تو جدا شم، چی فکر برای من دارید؟ میگه واقعا اینا من میتونم فهمیده، درد زنها را میتونم فهمیده و درد مردها مصیبت های را که رحمان بر سر اون جوانایی که در روسیه آورده است اونها را باید زنان مادران بفهمید شما که تاجیکستان برای ریشش زندانش میکنه 20 و 25 سال و ان شاء الله ما چنانه که استاد گفتن تنها فقط با دعا نباشید ولی شما دعا کردن بگیرید، ما ان شاء الله مبارزه‌مون ادامه میدیم. خدا کند که این شوهرها و این مردان تاجیک به وطن بر بگردن و این مصیبت ها از سر ما ان شاء الله که زدوده شود. واقعا هم یک مسئله خیلی مهم است و اینم از حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت داریم که چنانه که قصه معروفی است که رفت شب دید که زن یعنی که شکایت میکرد که من شوهرم نیست و پس از اون آمد و از 700 دخترش پرسید که زن تا چقدر میتواند طاقت و صبر کند، زن تا چقدر وقت میتواند که صبر و طاقت کند برای نبودن شوهرش. و همین خاطر گفت که با دست اشاره کرد و حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه یعنی که گرفتن عدد 6 را و همین 6 منظور از این 6 همین است که حتی سربازانی که تا 6 ماه از دولت خلافتشون دور بودن گفتن که باید اونها پس از 6 ماه بر بگردن به مدینه و پس از اون باز عسکران دیگر برود. یعنی حتی در نکاح ما هم این چیز شرط وجود دارد که 6 ماه شمسی قمری بدون نفقه گذاشته نشود. یعنی اینها چیزایی هستند که حتی ما گذشتگان ما تا امروز این مسئله را دقت جدی میدادن برای ظلم نکردن و جبر نکردن بزن، ولی اون مسائل سیاسی که در کشور رحمانوف بالای این ملت آورده است اون ما نمیتونیم خواهران و مادران گرامی صرف نظر کنیم. شوهرهای شما نیست، پسرهای شما نیست، برادرهای شما نیست، یعنی پس بدونید که مقصر این رحمانوف است. اگر رحمانوف در داخل کشور برای اونها کار مهیا میکرد اونها نمی اومدن، اگر رحمانوف برای اونها مصیبت درست نمیکرد که تو سلفی و تو خلافی و تو نمیدونم اخوانی و تو تبلیغی هستی زندانش نمیکرد اون از تاجیکستان هم بیرون نمیشد. پس اینها همه مصیبت های ساخته هستند که از طرف یک رژیم بالای این ملت تحمیل شده است و خدا دعا کنید که خداوند این موانع از سر ما دور کند و اساس این موانع رحمانوف است. خوب برادر گرامی ان شاء الله که دعا میکنیم در این نهایت برنامه از الله سبحانه و تعالی دعا میکنیم اللهم صل و سلم علی نبینا محمد. ای بار خدایا از تو عاجزانه طلب می نماییم که هر آنچه که ما در این ماه مبارک رمضان انجام دادیم خالصانه از ما و شما آن را بپذیرد. ای بار خدایا همه اعمال صالح این ملت و این امت را به درگاه خودت بپذیر و آن اعمالی که از ما صادر شد که اونها سهو و خطای بود از آنها بگذر. خدایا خداوند کریم زندانی های ما که در زندان ها و در گودال های تنگ و تاریک رژیم رحمانوف و هر رژیم های خودکامه دیگری که قرار دارند ای الله اون بزرگان را از این زندان ها نجات بده. خدایا خداوند کریم و مادران و همسرانی که در آرزوی شوهران
و فرزندان و نزدیکان خودشون چه در زندان هستند و چه در روسیه که هر دوشان تقریبا یک احوال است. الله این فرزندان و اونان زندانی و اونانی که در روسیه هستند به وطن با سر بلند بر بگردان آنها را. خدایا خداوند کریم عفت و پاکدامنی و ناموس برای زنان و دختران این ملت عنایت فرما. خدایا خداوند کریم با فرزند و کودک این ملت تلقین و گفتن و درک و فهم توحید و وحدانیت خود در سر هر طفلی و فرزندی این ملت تاجیک عنایت فرما تا اینکه بتواند توحید و یگانگی تو را بشناسد و در زبانش تنها پیشوای ملت رحمان فی فرعون نباشد. بار خدایا آنچه که ما از تو طلب میکنیم این چی است؟ عدالت، عدالت، عدالت. یا الله قدرت و زور ما به این ظالم چون رحمانوف خیلی نمیرسد، چون که ما ناتوانیم، چون که ما ملت هستیم که واقعا هم ملت جنگجو این نه امروز هستیم و نه در گذشته بودیم. ما ملت علم و فن هستیم. خدایا خداوند کریم و رحمان ما را از علم و فن، از مدنیت، از تمدن، از تاریخ گذشته پرغناوت ما را دور نموده است. خدایا خداوند کریم و این ظالم و این مستبد را از قدرت دور نما و بجای اون فردی که تواند این ملت را رحم و شفقت کند و بر این ملت عنایت تواند کند، خدایا اون را بر سر ملت حاکم بگردان. و الله سبحانه و تعالی از تمام آن برادران و خواهرانی که در این ماها زحمات کشیدن، کارهای انجام دادن، خیر و سخاوت نمودن، خداوند اونها را از کرانه غیبی خودت رحمت و مرحمت عنایت فرما تا اینکه تمام اون اعمالی که انجام دادن از اونها بپذیر. ای الله ما را موفق بگردان تا در گفتن سخن حق و در آن چیزی که از ما و شما کاملا اون حق باشد، ای الله در دل این مردم جایگزین بگردان. خدایا هر کسی که به این وطن، به این ملت، به این مردم مسلمان خیانت کرده است و نیت خیانت دارد، رسوای این دنیا و آخرتش بگردان. برادران زندانی ما چون عزت امان، محمود آدینایف و صدها و هزارها زندانی بیگناهی که در زندان هستند، خدایا خداوند کریم زندانی های ما را از زندان آزاد بگردان. خوب، ادامه دعا را از استاد محمد انصاری طلب میکنیم که دعای کنند برای این ملت و انشاءالله که با هم بگوییم آمین. همه دعا شما کردین برادر عزیز، ما هم آمین گفتیم، اما دعا میکنیم که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. اللهم ربنا انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بارالله در این روزها و شبهای مبارک قرآن کریم را دستور زندگی ما، بهار دلهای ما و راهنمای ما در همه امور دنیای ما قرار بده. بارالله قرآن کریم را قانون همه بشریت و دستور زندگی همه انسانها قرار بده. بارالله به ما توفیق بده که خود ما قرآن را بخوانیم و به قرآن عمل بکنیم و فرزندانمان و خانوادهمان را بر اساس قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تربیت نماییم. بارالله به برکت این ماه عظیم و شریف، بارالله شر ظالمین و مفسدین و طواغیت و ستمگران را از سر امت اسلامی در هر گوشه این جهان که هستند دور بگردان. بارالله ظالمین و ستمگران و طواغیتی که امروز بر مسلمان ها ظلم میکنن، ستم میکنن، آنها را میکشند، زندانی میکنن و امت اسلامی را در رنج و فتنه و عذاب امروز نگه داشتند، بارالله آنها را به سرنوشت فرعون گرفتار بفرما. بارالله
برادران و خواهران عزیز ما که امروز در این روزهای مبارک، در این شبهای مبارک در گوشه زندانها و سیاهچالهای ظالمین و طواغیت و ستمگران به سر میبرند، بارالها آنها را آزاد بگردان. بارالها به جوانان، به مردان، به زنان، به برادران و خواهران مسلمان ما توفیق عنایت بفرما که پیرو واقعی قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشند. بارالها به ما توفیق بده که در راه تو جهاد بکنیم، در راه تو و برای اعلای کلمت الله برزمیم و مرگ شهادت در راحت را نصیب ما بگردان. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. رحمتك یا ارحم الراحمین. خوب، امیدوارم که انشاءالله اونانی که تا صبح 2-3-4 ساعت دیگه مانده است، خدا خواهد دعا میکنن در حق این ملت، در حق امت، و از الله سبحانه و تعالی عاجزانه طلب کنید و دعای عفو و بخشش خود را اولا انجام دهید. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. وقتی که ما و شما بخشوده شدیم از گناهان و دعای ما در حال مستجاب می‌گردد و دعایی که مهم است انشاءالله که تمام برادران و خواهران این مسئله را انجام می‌دهند. و در مورد برنامه‌های بعدی ما امکان دارد که یک برنامه دیگر روز 29 داشته باشیم. اگر اون تصمیم‌هایی داریم که خداوند موفق گردانه، فردا یعنی تا نهایت رمضان تا روز 29 2 برنامه دیگری همین خیلی شب داریم و انشاءالله امیدوارم که برادران در برنامه‌های ما اشتراک میکنند و از این شب‌های مبارک کسب فیض می‌نمایند و امیدواریم که استاد محمد انصاری بار دیگر در برنامه‌های ما هم اشتراک میکنند و مردم و ملت تاجیک را با سخنان پرمحتوا و شجاعانه خودشان که ایشان را نتوانستند نه با پول بخرند و ایشان را نتوانستند که از راهش منحرف و منصرف سازند. واقعا هم از وجود چنین اشخاص افتخار می نماییم و ما نیز با مانند شما چنین کارها را هر روز هم دیده ایستاده ایم و امیدواریم که خداوند ما را چنانه که در دنیا جمع نموده است در آخرت نیز همچنین جمع نماید و در بهشت الله سبحانه و تعالی در جنات عدن یک جا باشیم تا اینکه افرادی که متحابین فی الله هستند یکدیگرشان را به خاطر الله دوست دارند زیر عرش الهی در روزی که هیچ سایه نیست راه خواهند گشت ان شاء الله. خب بینندگان گرامی، یکایک شما را به الله پاک میسپارم. بار دیگر از یکایک شما یعنی طلب می‌نماییم که دعا کنید در حق تمام مبارزان، در حق ملت و امت تا اینکه خداوند ما را به قله‌های امید برساند. و از شما استاد محمد انصاری بار دیگر اظهار تشکر میکنم و طلب دعا داریم تا اینکه در حق ما دعا کنید تا اینکه خداوند برای ما پیروزی و برکت را عنایت فرماید. آمین آمین. الله سبحانه و تعالی سعادت دنیا و آخرت نصیب شما و همه همکارانتان و همه ملت شریف تاجیکستان بگرداند. آمین. سلامت باشید. خوب، سلام علیکم و رحمت الله. سلام الله علیکم و رحمت و برکاته.